بینندگان عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و ما اینجا دایر به مرحله های من بعده زندگی نامه ایرانیان در داستان های شاهنامه قصه خواهیم کرد و در مهمانی ما هستند نامزد علم های فیلولوژی همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان بهروز ذبیح الله. شما را به برنامه خیر مقدم میگویم. تشکر، سپاس فراوان. خب استاد، در برنامه گذشته ما دایر به دولتداری اشکانیان صحبت کردیم و مرحله به مرحله رشد این دولتداری را قصه نمودیم، دایر به آیین‌های آن گفته گذشتیم. خب چون معلوم است اساسگذاری دولت ساسانیان اردشیر بابکان یا که اردشیر ساسانی نام برده می شود. خب چگونه شد که اردشیر سری تخت آمد و دولتداری ساسانیان زمینه یافت؟ درست است. ما طوری در برنامه‌های گذشته هم ذکر کردیم، وارد داستان‌های تاریخی شاهنامه شدیم و اینا بسیار مهم هستند و بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند. و در برنامه گذشته که پایان حکومت سلطنت دودمان اشکانیان را ذکر کردیم، حدود 500 سال این تاریخ دوام یافت تا اینکه اردشیر بابکان که از نبیرگان دارا بوده است آمد و این سلاله را دودمان اشکانیان را سرنگون کرد و اساس گذاری سلسله ساسانیان در تاریخ شد. در تاریخ درباره اردشیر بابکان بدون نوع روایت ها وجود دارند. یکی اینکه او فرزند خودی بابک فرمانروای استخر یا فارس بود که ذکرش رفت، و دیگر اینکه او از نبیره های دارا بود که به هند فرار کردند و چهارمین ساسان به فارس برگشت و در دربار بابک خلاصه شوبانی کرد و بابک او را شناخت و دخترش را به او خاندار کرد و از ازدواج ساسان چهارم با دختری بابک فرزند به دنیا آمد که او را اردشیر نام نهادند و معروف به اردشیر بابکان. خلاصه به طور دیگر اردشیر بابکان یا پاپکان گفته می شود که این نام در فارسی میانه به طور ارتخشتره یا ارتخشتره از دو قسمت میگن عبارت از زبان شناسان که ارته به معنای عدالت و خشر به معنی شهر نامگذاری کردن، یعنی شهریاری عادل و شهریاری که فره ایزدی داشته است و با عدالت بوده است. در واقع صد با عدالت بود. خب بدون معنی سیمای اردشیر سوال خوب است، در تاریخ نامه ها ذکر شده است. معمولا شخصیت هایی که خدمت های فوق العاده کلان برای بشریت و برای ملت خود انجام میدن دو خیل سیما در تاریخ پیدا میکنن. یک سیمای نیمه اسطوره‌ای افسانوی، چون که مردم عام دوست دارد که پهلوانان و قهرمانان خود را یک سری صفات و اخلاقیات به او منسوب کند که شاید در واقع نباشند. بنابراین همین شخصیت اردشیر بابکان در تاریخ به دو گونه آمده است. هم یک شخصیت اسطوره‌ای است، شخصیت است که کارهای فوق العاده برای بشریت و برای ایران زمین انجام داده است، و با یک شخصیت تاریخی که گفته می شود بسیار پادشاه قدرتمند و خشینه بوده است و محض با زور و قدرت توانست که ایران شهری پراکنده را متحد کند. ایران شهر یعنی سرزمین های ایرانی را میگویند. جایی که آریایی ها زندگی میکردند با آنها ایران شهر گفته می شود و سرزمین هایی که بیگانگان را ان ایران میگفتند. و این اردشیر کسی است که بعد از هخامنشیان و پادشاهی کیانیان و دوباره توانست که سرزمین های پراکنده ایران شهر را متمرکز کند و دولتی متمرکزی ساسانیان را بنیاد نهد. به بغداد بنشست بر تخت عاج، به سر برنهاد آن دلفروز تاج. شهنشاه خواندند زان پس ورا، ز گشتاسپ نشناختی کس ورا. و اردشیر بابکان که به تخت نشست خودش را دوباره شاهنشاه اعلان کرد. عنوان شاهنشاهی برقرار شد در ایران و میگفت که او هم فره ایزدی دارد و نسب خودش را به هخامنشیان نسبت میداد.
و در تاریخ آمده است که هخامنشیان هم 4 اردشیر پادشاه داشتند و به علاوه آنها در بعض تاریخ ها اردشیر بابکان اردشیر پنجم نیز خوانده می شود. استاد همین اردشیر توانست تمام اون منطقه های ایران بزرگ را سرجم کند یا که این دولتداری اردشیر قسمتی از اون ایران بزرگ متحد کرد؟ او توانست متحد کرد و دوباره در بغداد، یعنی در نزدیک بغداد پایتخت قدیمی ایران زمین تیسفون بود. در نزدیک بغداد هنوز هم باقی مانده های این شهر باقی است و همین بغداد امروزه را نیست که در زمان خلیفه های عباسی ساخته شده است، ایرانی ها ساختند. آل برمکیان که خود خلافت عباسیان را هم ایرانی ها به سر قدرت آوردند، امویان را شکست دادند، ابو مسلم خراسانی، و این شهر را بنا نهادند و از 4 دروازه عبارت بود. باب خراسان یکیش که به خراسان باز می شد، باب شام و سوی شام، همه گونه باب مکه، از 4 دروازه ساختند که این هم شهر ایرانی است. چون او کشته شد دخترش را بخواست، بدان تا بگوید که گنجش کجاست. 2 فرزند او شد به هندوستان، به هر نیک و بد گشته هم داستان. 2 ایدر به زندان شاه اندرون، 2 دیده پر از آب و دل پر ز خون. همین پسر اردوان 4 که در هندوستان پناهنده شده بود، به طور پنهانی به خواهرش یک نامه می نویسد و جام زهر به او ارسال میکند و از او درخواست میکند که این زهر را در جام اردشیر بینداز تا او نابود شود و زمینه بازگشتی فرزندان اردوان و اشکانیان دوباره به ایران فراهم گردد. میگه و همین گونه روز اردشیر که از شکار از نخچیرگاه برمیگشت، دختر اردوان با نصیحت برادرش بهمن همین کار را انجام داد و در جام او زهر انداخت. چنان بود که یک روز شاه اردشیر به نخچیر برگور بکشاد تیر. چو بگذشت نیمه ز روز دراز، سپهبد ز نخچیرگه گشت باز. وقتی برگشت خسته بود و طلب آب و شراب کرد و از این فرصت استفاده برد دختر اردوان و همسر اردشیر و همون جام زهراگین را به اردشیر پیشکش نمود که در همین لحظه بر اساس حادثه میگه دست اردشیر لرزید و جام از دستش افتاد و شراب زهرآلود بر زمین ریخت و همزمان اردشیر یک احساسی کرد از این حادثه و زود دستور داد که یک پرنده را بیارن، مرغ را بیارن تا همین آب پاشیده را بنوشد. وقتی مرغ این آب را نوشید زود افتاد و مرد و او فهمید که این جام زهراگین بود و از تمام بزرگان را فرا خواند و گفت مثلا حکم یا به طور پادافرهی کسی که قصد کشتن شاهنشاه را میکند چیست؟ بزرگان گفتند بر اساس قانونهای رایج همون زمان که کشتن است. هر کسی که قصد پادشاه را میکند باید او نیز کشته شود و بنابراین او به وزیرش به دستور به وزیرش سپارش داد که این حکم را به اجرا درآورند. وقتی که او دختر اردوان را به کشتن می برد وزیر اردشیر، دختر یک سر را به او فاش کرد. گفت که درست است که من گناه کردم و طبق قانونهای جاری من باید کشته شوم، اما من در بطنم از اردشیر فرزندی دارم و او چی گناه دارد؟ سوال بسیار محکمی بود. بعد وزیر برگشت از راه و بر اردشیر عرض کرد که این بانوی قصر از شما باردار است، ولی از بس که اردشیر خشمگین بود به این گپ اهمیت نداشت و باز هم دستور به کشتن او داد. این بانو میگوید به وزیر که اگر من سزایم به خون ریختن، زیدار بلند اندر آویختن، چو این گردد از پاک مادر جدا، بکن هرچی فرمان دهد پادشاه.
به وزیر پیشنهاد میکند بانوی قصر که پس فرصت به من بدهید که این طفل بیگناه به دنیا بیاد، بدانگه حکم مرا جاری کنید. و وزیر اردشیر هم بسیار مرد خردمند و زیرک بود و میدانست که اردشیر هنوز فرزند دیگر ندارد، وارث ندارد و او به همین نیت او را پنهان کرد، در ایوان خود پنهان کرد و گفت شاید اگر او بی وارث بماند روز همین طفل به کار آید. بعد همان به که از کاری وزیر میگوید همان به که از کاری ناسودمند به مردی یک کار سازم بلند، ز کشتن رهانم مرین ماه را، مگر زین پشیمان کنم شاه را. همین گونه سرگذشت رخ میدهد تا اینکه 7 سال از این واقعه سپری می شود و در شاهنامه آمده است که روز وزیر به قبول اردشیر بابکان رفت و او بسیار افسرده و نژند بود و از او پرسید و گفت که و او از بیوارث بودن خود گلایه و شکایت کرد. وزیر یعنی موبد از این فرصت استفاده کرد و آن راز 7 سال پیش پنهان شده را آشکار کرد و گفت که من آن بانو را نکشتم و بعد از 9 ماه از او کودک به دنیا آمد در ایوان من که حالا 7 ساله شده است و من نامش را شاپور گذاشتم. و همین گونه مسابقه در ارک برگزار می شود و 100 تا از این 7 ساله ها طفلان پسر بچه های 7 ساله را میارن و بین آنها مسابقه چوگان بازی شروع می شود. اردشیر هم در تخت در گوشه از میدان نشسته با آنها تماشا می کند و وقتی که هنگام بازی گوی چوگان آمده در پیش پای اردشیر می افتد و این بچه ها کودک ها وقتی می بینند هیچ کس جرأت نمی کند که این گوی چوگان را از پیش پای شاهنشاه ایران بردارد، مگر اینکه یکی میگه با جسارت آمد یک از این پسر بچه ها و او چوگان را از پیش پای شاهنشاه ایران برداشت و به سوی میدان برگشت. دوان کودکان از پی او چو تیر، چو گشتند نزدیک با اردشیر، بماندند ناکام بر جای خویش، چو شاپوری گرد اندر آمد به پیش. ز پیش پدر گوی بربرد و برد، چو شد دور مر کودکان را سپرد. اردشیر از همین نشانه درک کرد که این کودک فرزند او شاپور است و بسیار خرسند شد و او را میگه چی به فرزندی قبول کرد. تقدیر مادرش چی شد استاد؟ تقدیر مادر شاپور در خود شاهنامه بعد از این ذکر نمی شود. احتمال می رود که او کشته شد، احتمال می رود که زنده کشته نشده است، چون اگر کشته می شد ذکرش می رفت کشته می شد. به هر حال بعد که اردشیر بابکان این خبر را شنید و شاپور را و فرزندی قبول کرد، طبیعتاً باید از گناه آن بانو هم گذشته باشد. اما ذکر در شاهنامه در این موضوع نرفته است. اگر به خاطر بیارند بینندگان ما در برنامه گذشته گفتیم که وقتی که اردشیر با اردوان جنگ میکرد، پیش از این رفت استخر فاس را تصرف کرد، بهمن را فرزندی اردوان را برکنار کرد و بعد از آن به سمت کرمان به جنگ کردها رفت. بعد از آن با دیو هفواد جنگ کرد و زمانی که او در جنگ با کردها و دیو هفواد در کرمان و کوهستانات بود، حاکم جهرم همین مهرک نوشزاد بود و از فرمانروایان اشکانی محسوب می شد و از فرصت استفاده بود و آمد استخر را غارت کرد، گنجهای اردشیر را ربود. اردشیر مجبور شد که از کرمان دوباره پس گردد و به جهرم حمله کرد و مهرک نوشزاد را دستگیر کرد، جنگ کرد و او را گردن زد و او را در آتش انداخت و فرزندان او کشته شدند. هم دختر او فرار کرد، پنهانی در کوهستانات زندگی میکرد. به این خاطر اردشیر نمیخواست که پسر شاپور با دختر دشمن او خاندار شود
اما برو اخترشناسان و فیلسوفان و بزرگان گفتند که از طالع نمی شود دور شد. به هر حال این قضیه موقتا خاموش شد. روز شاپور به نخچیرگاه به کوهستانات به شکار میرفت و در همان کوهستانات در کلبه را دید. وارد کلبه شد، در آنجا دختر زندگی میکرد بسیار زیباروی و پری چهره و با یکدیگر عاشق شدند و پنهانی از اردشیر با همین دختر خانه‌دار می شود که همان دختری که در اون کوهستانات زندگی میکرد دختری همان مهرک نوشزاد بوده است و این سیر هم 7 سال پنهان از اردشیر پنهان میماند تا اینکه بعد از 7 سال خود اردشیر به شکار به کوهستانات می رود و به همان دشتی می رود که همون کلبه بود و شوبانان اینها زندگی میکردند و در همون یک حادثه عجیب و غریب رخ می دهد که بچه های همون شوبانان و همون کوهستانی ها بعد دیگر چوگان می بازیدند و اردشیر با گروهش که به شکار رفته بود بالای زین اسب نشسته بود که گوی چوگان به نزد پای اسب او می افتد و یکی از آن بچه ها از بین آنها جرأت و جسارت کرده آمده همان گوی را از نزد پای اسب اردشیر بر می دارد. اردشیر به یاد همون لحظه شناسایی شاپور می افتد و حس می کند که این پسر باید بزرگزاده باشد و او را دعوت می کند و می پرسد از نام و نسبش می پرسد و این پسر خرد راست حقیقت را می گوید که من فرزند شاپور هستم و انا دختری نبیره فلانی و اردشیر می داند که این طالعی که قید هندی گرفته بود به عمل پیوسته است اما خشمگین نمی شود چون این پسر 7 ساله را می بیند بسیار خرسند می شود که باز یک وارث دیگر در دربار ساسانیان پیدا شده است و او را هم به خوشی قبول می کند و نامش را می پرسد میگد نام من هرمزد است. هرمزد پسر شاپور ساسانی هستم. از صفات هایی که درباره اردشیر گفتند بسیار مرد آبادکار بوده، ایران را متحد کرد، شهرها بنیاد کرد، با عدل و داد حکومت کرد و بعد از این نمونه های بسیار خوبی که در شاهنامه هست همون اندرز های اردشیر بابکان است که به عنوان یک داهی، یک پیشوا، یک بنیادگذار، یک سلاله حکومتداری متمرکز در ایران در پیریش به فرزندش شاپور بیان میکند. این اندرزنامه بسیار معروف است و دوم این که خود مردم ایران زمین هم از سلطنت او بسیار شاد بودند و نمونهش در فردوسی همین است که میگه مرد خردمند به دربار او با نام خراد می آید و او را چنین ستایش می کند. چنین داد پاسخ که ای شهریار انوشه بودی تا بودی روزگار همیشه بودی شاد و پیروز بخت به تو شادمان کشور و تاج و تخت کی داند صفت کردن از دادی تو که داد و بزرگیست بنیادی تو نه کس چون تو دارد ز شاهان خرد نه اندیشه از رای تو بگذرد پی برفکندی به ایران زیداد که فرزندی ما باشد از داد شاد. در سن 78 سالگی به بیماری می افتد و فرزند شاپور را دعوت می کند و اون اندرزهای بسیار پرمعنا و پرحکمتی که در شاهنامه هستند حتما بینندگان بخوانند به او بسیار نصیحت ها میکند. از جمله در شاهنامه میاد که چو سال اندر آمد به 78 جهاندار بیدار بیمار گشت بفرمود تا رفت شاپور پیش برا پندها داد زی اندازه بیش بدانست کامد به نزدیک مرگ همه زرد خواهد شدن سبز برگ. و پیش از مرگ بسیار نصیحت های سودمند در شاهنامه به فرزندش میکند که عبرت آموز هستند و خواندن آنها برای نسل جوان ما بسیار با اهمیت است. خوب استاد، چی خدمت
نمایان برای مردم خود کرده است که نامش این گونه در صحیفه های تاریخ باقی مانده. ما از مهمترین خدمت هایی که از اردشیر در تاریخ نامه ها به یادگار مانده است این است که یکم اردشیر کسی بود که سلاله ساسانیان را بنیاد نهاد و کسی بود که ایران شهر را دوباره متحد و متمرکز کرد و دولتداری واحد را برای ایرانیان دوباره به مانند خهامنشیان برقرار کرد. یکم. دوم، در زمان پادشاهی او 8 شهر نو گفته می شود بنیاد گردیده است. سوم، در زمان اردشیر بابکان به مانند جمشید طبقه های اجتماعی تکمیل داده می شوند. او هم از اساسگزاران تشکیل طبقه های اجتماعی است و 8 طبقه اجتماعی در زمان او تشکیل می شود، مثل موبدان و پزشکان و دبیران و اخترشناسان و کشاورزان و پیشوران و 8 طبقه اجتماعی تشکیل می دهد. چهارم، او اولین کسی بود که ارتشی منظم و دائم عمل کننده تشکیل کرد. پیش از این ارتش ها به شکل فیودالی بودند. در زمان ضرورت جنگ با فراخوان پادشاه از هر سلاله جنگیان و پهلوانان می آمدند، در جنگ شرکت میکردند، باز برمیگشتند به کارهای کشاورزی خودشان. اما در زمان اردشیر بابکان و ساسانیان ارتش منظم و دائم عمل کننده تشکیل می شود. پنجم، تشکیل نهاد امنیتی و جاسوسی. جاسوس‌های اردشیر بابکان در سرزمین پهناور ایران دائم هم در داخل و هم از خارج مهمترین خبرها و تهدیدها را جمع آوری و به مرکز به تیسفون روان میکردند. ششم، تشکیل گوارد مخصوصی نگهبان شاه و درباریان با نام در تاریخ معلوم است با نام سپاه جاویدان. سپاه جاویدان عبارت از 1000 نفر بهترین سربازان بود که در جنگ ها اطراف شاه را همین سپاه جاویدان محافظت میکرد. هفتم، تأسیس وزارت و نهادهای دولتداری در زمان ساسانیان. و هشتم، خدمت او گفتیم ضرب سیکه با عکس خود و دیگر عکس فرمانروایان معروف ایران زمین که هنوزم یادگاری آنها در تاریخ باقی مانده است. این است خلاصه مهمترین خدمت‌های اردشیر بابکان، بنیادگذار سلسله یا دودمان ساسانیان در تاریخ. یک گمان می رود که بیش از چند شاهنشاه دیگر خدمت کرده است. 100%. چندین طبقه بندی و تشکیلات تشکیل کردن و همان کارهایی را که جمشید انجام داد در ابتدا، این هم برای ایران زمین همین خدمت ها را انجام داده است. بسیار یک سرنوشت قهرمانانه و عادلانه و عاقلانه روی گفتیم شاعران اگر گوییم و بسیار یک داستان زیبا هم هست که برای خواننده میتواند آن را دست کند و مطالعه نماید. با شما مینتداری بیان میکنیم برای آنی که وقت به صحبت ما آمدید و یک داستان خیلی هم زیبا و پرحکمت را برای ما و بینندگان تلویزیون سفینه قصه نمودید. بینندگان عزیز خاطررسان میکنیم که در صحبت ما بودند بهروز ذبیح الله نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. تا صحبت دیگر شاد بمانید.